چی وقت میآید چی وقت بار میکنه کلش برم پیدا کن. درسته سما، این یک چیز هست اما تو نیست. چی هست؟ چی هست دی؟ فعلا داخلش خالی است اما مشخص است که ایره حتما پر میکنن. وارد اغلو سعددین بچه ما ازم گرفته، از ما یک جان قرضدار است، باید او را بپردازم. قاتل پدر خدا پیدا کنه، بس وقتش رسیده که قرض خدا بده. آرام باش علیچو، آرام باش علیچو، ختم شد علیچو، آمدم علیچو، آمدم. یوجل یک کار کن. آمدم. یوجل ما را کمک کن، لطفا ما را کمک کن. نجاتتان میتونم. نجات بده. آرام باش. یوجل من بسیار زیاد میترسم، لطفا ما را کمک کن. ما را نجات بده، خواهش میکنم ما را نجات بده. اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقت خداوند به او یعنی حضرت ابراهیم گفت تسلیم شو، او هم گفت ما به خداوند یکتا رب العالمین تسلیم شدم. گفتم چی گفتم؟ بیاده یعنی ادریس پدر نیست، او که نیست شراکتم نیست. نه جمله را تکرار کن. گاو مرد، شراکتم خلاص شد. ما میخوایم پس به چوکور برو. چوکور مقر دگه نگو، اونجا را فراموش کن. خانه تو اینجاست، پیرانت خودت میپوشی، شنیدی؟ پدرت خو میشناسی، در ظاهر نشان نمیته، اما به خاطر پیدا کردنت بسیار خوش است. قماندان صاحب مرا اله کنه، ما باید برم، با تشویش ما میشد. پدرت کتت گپ میزنه. بیبی تو امروز صبر کت، اما هیچ نمادی کتت گپ بزنه. یک دفعه گپ بزنیم، بعد از او درباره گپ میزنیم. وعده میتون هر چی که بتانم میکنم. درست است؟ وعده میتون. وعده. بعد از حادثه تو تشکیلات تیتو پرک شد، پدرت هم تقاعد میدادن. معلوم داد که قار شد، استعفا داد. ما هم کتش یک جای استعفا دادم، از پشتش برآمدم. قماندانت نامد، اما ما پدرت تعقیب کردیم. بعدن دوستای دیگه از پشت ما آمدن، دوستای جوان از بوسنا، آذربایجان، قفقاز، حتی از اینجا کلشان تعلیم دادیم. حال اونا دمکانای مرموزی رفتن و دشمنای را میکشن که حتی هیچ کس نامایشانه نمیفهمه. به خاطری کی؟ ایره پرسان نکو علیچو، اما ایره بفهم پدرت هیچ فراموشت نکرد. سالها تو را پالید، ما تو را سالها پالیدم. بیا دیگه. حالا دیگه وقتش است. خیلی شروع میکنیم. پیش از شروع کردن اگه کسی خبر نداره و نمیفهمه خبر شبه. ای بچه مسئله چوبان یگانه مهره که میتونه ای عملیات موفق بسازه. و ابو قیصر نام نفره شنیدیم اما خودش تاله ندیدیم. دمی نزدیکای ما جای گرفته، زیر گلوی ما جای گرفته، اما کجاست؟ اینا واضح ترین تصویری که تا امروز به دست ما رسیده. در اینجا
با ما سلام داده. Nayo, comandón, soy Nayo, Domas, Nayo. کلتان برای علی چوبان سرتا بلنکو طرف اکسل کو. مالی چو هستو مالی چو. چی گفتی؟ نشنیدم. مالی چو هستو مالی چو. بلندتر. علی چو هستم علی چو. تو علی چو نیستی، علی چوبان هستی، بچه ما هستی. سرتا بلند کو و طرف اکسل کو بچه. Nayo, comandón, soy Domas, Nayo, comandón, soy Nayo, Domas, Nayo, comandón, soy Domas. Gapa manafo midin dushmanas, amla mikunan, Nayo, comandón, soy Domas, Nayo, comandón, soy Domas, Nayo, comandón, soy Nayo, Domas, متوجه باش چی میگم. ایره اصلاح میکنیم. هر چی میکنی بکو. ای بچه را اصلاح کو. Comandón, soy Nayo, Domas. میخوایی بیادرت بزنی احمق؟ باید کمی تیز باشی. بیبی اقاسم باید وار کنی. خدا را شکر که مثل تو کدام دشمن ندارم. اما قایسته خوب است. برای اینا کفایت میکنه. تو خیرت است؟ اگر نفسم بکشی باید پرمیجان بگیری. تو چی قسمی طرف آمدی؟ با ما هم خیاط بده. ما آزاد هستم. یعنی که کدام واسطه داری ها؟ سال مادرم با دیدنت آمده بود ها؟ یک موضوع شخصی بود. شخصی بود. بیبی سالی ما بیوز عقل خدا از دست دادیم. ما را دیوانه نکن. وقت زیاد گپ بزنم سرم درد میکنه. گپ بزن. گپ زدم. گفتم که موضوع شخصی بود. یک موضوع بود دیگه. او برام گفت. ما هم حلش کردم. تو حلش کردی. توبه در سابق زیاد میگفتی که دیگه یک جا هستیم. هر کار یک جا میکنیم. در پالی یک دیگه میباشیم. یکی دیگه را کمک میکنیم. چی شد؟ او در سابق بود. امتحان کردیم. نشد. کل چیز خدا از دست دادیم. نشد. بعد از هیچ کس در کار کس دیگه غرض نمیگیره. نه من در کار شما و نه شما در کار من. ساله گرمای سرما تور نتفهمیدی یعنی؟ میفهمم که زود احساساتی میشی. خدایا برام صبر بده. بیبی آقا ساله من از اینجا میبرایم و تو هم به من کمک میکنی. فهمیده شد؟ چی میخوایی؟ اوه خوش آمدی بیادر. خوش آمدی. باز چی را آوردی لاوده؟ یستوس
یک احمق در پیش دروازه گدام دیدم. وقتی دیدم او فرار کرد. خوب کردی گرفتی بچیم. باز تمام منطقه را گشته بالاخره پیدایش میکنیم. البته بچه مفکوری تالیست. حالا دیگه زود باش بپوش ببینم در پای جور است یا نه. دیگه چی است بچیم؟ ای از چند سال است؟ نیکی از اشتک است چی بلا؟ نمیفهمم که چند سال است. از ما پرسان نکو. اما با زودی پیدایش میکنم. موضوع اصلی دیگه چیز است. الا موضوع جل است؟ چی کده؟ کاکایت کشته شده؟ کاش که فقط میکشتش. وای یکیش رفت و دوتای دیگهش مانده ها؟ 3 نفر مونده. 3 نفر؟ نفر سوم کیست؟ یاماچ. گوش کو بچه، تو در این کار واقعا جدی هستی ها؟ قصد داری که بکشیش؟ او کاکایت است احمق. دیگرایش از زندانی ساختی درست است اما بچه اگه ما او را نکشم فکر میکنی مرا زنده میمونه؟ تو چی گفتی؟ تو نگفتی که اگه او مرا پیدا کنه از بین میبره؟ نگفتی؟ هر کاری که میکنی بکن. مقصد یک روز خدا نکشی. نوبت ما بسیار دور است. تمسا است، آزار است، افسون است. اول اونا باید کشته شوه. بعد از او باز نوبت ما میرسه. بالاخره انتظار داشتم خوش آمدی بگویی. مام انتظار داشتم ناوقت نکنی، اما قسمه که معلوم میشه در قصه گپ من نیستی افسون. ناوقت نکردم. گفتم همی که کارم خلاص شد باز میایم. این آمدم. چی را ختم کردی؟ این سوال جدی پرسان کردی؟ چوکور؟ کج والا؟ کلشان مردن؟ راستش پدرشان مرد و کل بچه های شام در زندان هستن. خود منطقه چوکور او چی شد؟ منطقه را خریدی یا چپه کردی؟ راستش نه، اما یک سال بعد. همیشه نه، اما همه کار کردی همه تو راست. دیگه 5 ساله نیستی. نمیتونی وقتی کارت خلاص کردن نتونستی کارو ناز کنی. کاری که کردم میتونستم کوتاهی نکردیم. حتی بیشتر از چیزی که میتونستم کردم. در ضمن فقط به خاطر که تو خواستی نکردیم. اگه بچه تو مرده پدر ما مرده. انسان یگان وقت مجبور میشه عزیز خود از دست بده. مثلا ما طرف مسائل کو تا امروز کسی را پیش ما دیدی که دوست داشته باشم؟ دخترم بچیم. حداقل به اندازه تو مامور دوست دارم. حتی شاید بیشتر از تو دوستش داشته باشم. اما تو قبول کردی. چرا که ما پدر ما از دست دادیم. میفهمم هیچ چیزه در این زندگی درد مرا کم ساخته نمیتونه. اما تو قبول کردن نمیتونی. چرا که تو چرا که ما چی؟ چرا که مادر کلان تو فقط بچه‌ت نیکتی بچه‌ت امپراتوری بزرگ او را از دست دادی. تو میخوایی اونها را پس بگیری. از همین خاطر قدر عجله داری نی؟ راستش حق به جانب استی. مادر کلان در زندگیم اولین بار است که به من حق دادی. اما یک اشتباه داری. البته که اشتباه دارم. اشتباه دارم خودم میفهمم. اما ما او قدرت به خودم نمیخوایم دخترم. به تو میخوایم. چوکور فقط بچه ما از من نگرفت.
نواسای ما مزم گرفت. نسل بچیم از بین رفت. فقط تو ماندی. فکر کردن کار تسلیمات شما پیش میبرین. گفتم عروسی داریم، چرا نمیفهمی؟ ما هیچ وقت از مسئولیت های فرار نکردیم و هیچ وقت هم نمیکنم. آرام باشین، دقمی گپ هم نباشین. ای بیگانه چندان مردم نیستن، بعد از ساوردن اعتمادشان بسیار سخت است. یلماز، او احمق کجاست؟ زود باش برای زنگ بزن. اگه نبیه اینا یه خانه ما را میگیرن. عالی میبینم بیادم. مادر کلان، هر کاری که از دستم ساخته باشه کوتاهی نمیکنم، اما به تنهایی کاری کردن نمیتونم. با چند تا از دوستایم یک جای کار میکنی. یک سال به خاطر منفعت کل شرکای ما بسیار مهم است مادر کلان. خودم نمیخوایم اما مجبور هستم که به اونا کم وقت بدم. پدرت همراه هیچ کسی کار نمیکرد. کلگی زیر دست او کار میکردن. تو هرگز مثل پدرت شده نمیتونی، اما تو صاحب دستای مادرت هستی. بوی او را میتی. ضرورت نیست اسلحه به دست بگیری. یک لمس کردنت کافی. با داستانهای خود هر شب بچه بیچاره مرا مثل طفل در آغوش خود خو میداد. تو مثل مستی. ما برات آموزش دادیم. تو مجبور نیستی نزدیک کدام مرد شوی. تنها کاری که باید بکنی است که بازیشان بتی. کافیست که تو بخوایی. حالا برو کالاییت تبدیل کن. از عطرهای خوشبویت استفاده کن. افسونی را که ما میخوایم ما کلان کردیم و آموزش دادیم. همون رقم در مقابلم بیا. دوستا ای آکان است. در کاروبار شریکم است. کار انتقالات و تجارت ما ای پیش میبره. هرچی میخواین ازش پرسان کنین. تا امروز چی کشتی؟ تمسا فهمیدی؟ ویکتور میگه تا 2 روز دیگه باید مواد به ما تسلیم شود. اگر نه باز کدام مشکل پیش نشه. اگه مشکل پیش شود از ویکتور ما اقدام میکنم، اما تو نیست؟ بله، مشکل پیش نمیشه. موادا آماده است. آخرین محمولام تا 2 روز دیگه آماده میشه. وقتی که لیره گرفتی کسی خود ندیدید نه؟ نه پیش از داخل شدن به دویگو دادان دروازه استاد بود. از پشتم دوید اما گیرم کردن نتونست. در طفولیتم گیرم کردن نمیتونست. در ضمن حال دیگه در باغچه گیرکان نمی کنین کارا جان. این کار طفلانه نیست. متوجه هستم. خب حال چی کنیم؟ واضح است که او به مجسمه ها ضرورت داره. باید بدون اینا معلوم میشه هر کار کنه نمیتونه. میفهمی که او خب به خاطر مردم فقیر شرکت جور نکده. اما کارا جا سری مجسمه چوچه هم نباید باور کنی. چطور یعنی؟ به خاطر که به کیفیت است و زود مشکله.
بچه اگر خدای نخواسته کدام مشکل پیش و این نفرا بسته خاندان ما را در میدن گفته باشم هیچ چیز نمیشه. اینا دشمنای ما نیستن، دوستای ماستن. کل چیز آماده است، همونطور نیست؟ دوستای ما دیدین و شناختین. ضرور نیست که درباره‌اش براتان بگویم. آدمای خوب هستن، فقط یک مشکل دارن، ترحم ندارن. وقت بازی کردن در لیگ بین المللی را شروع کردیم. کارهای انتقالات ما را یک دوست ما به نام نهاد پیش می برد. بچه خوب بود. انتقالات درست تال خورد. میفهمی چی کردن؟ کل قومش کشتن. فامیل، خیش، قوم، دوستایشه، همسایایشه قتل هم کردن. یعنی نسل کشی کردن. اگه ما باشم فقط شخص مخاطب از بین میبرم. انسانای بیگناه رو چرا بکشم؟ اینقدر ظالم نیستم. ای بارو مخاطب است منه، کلگی مثل من هستن. حالا میفهمم بچه. یعنی البته میرم، عروسی داریم، شما رو دعوت میکنم، اما معلوم دارست که کارتون زیاد است. من میایم. بیا برات زنگ میخرم، در پایت بسته میکنم. جیم جواب استی میایم. عروسی رو خوش دارم. بیروبار میباشنه، بیروبار بد رقم خوشم میایه. درست است، پس من میرم. با امید دیدار، خداحافظ. شریکای ما گفتن همونطور نیست؟ اینا بسیار نفرای جالب هستن بخورا. شریک باید همین قسم باشه آکان جان. حتی در خوام این رقم شریک ندیده بودم. کم صبر داشته باش. اگه انتقالات بدون مشکل حل شوه، آذر از بین ما پس میشه. یعنی که به ما محتاج میشه. بازم به کاکایت زنگ بزن حالا دیگه تا زود دست به کار شون. یک دقیقه بچه، چی میکنی؟ نکو، فقط چند روز از عمرم باقی مانده. سرم رحم کو. عذر میکنم. هرچی میخوایی بگی، کلش از تو باشه. نکو نکو.
افزون! افزون! استاچو! استاچو! گفتم استاچو! دور بخور! گفتم دور بخور! دور بخور نمیشنوی؟ بزن نیچه ایستاد هستی. احمد ملاقاتی داری؟ جمال کوچوال خودتا. بیادر مرا خواستی آمدم. خوش آمدی فردی. بشین. بخیر بچه بخیر. چی شده؟ بیبی قواره تا قسمت تغییر بدم که حتی مادرتان نشناست. فهمیدی به شرف؟ رئیست اینجا هم میایه. فهمیدی؟ ما او را میبینم. فهمیدی احمق؟ فهمیدی به شرف؟ بچه می چی وضعیت هست؟ ترا چی شده؟ کی تو را به یالت رسانده؟ جواباتی بچیم کی تو را به یالت رسانده؟ به مشکل قواریت شناختم باور کو. ترا کیلا تو کوب کده؟ به شرف خددار جمال؟ تو با بچه گفته که گاو مرد و شرکت ختم شد. همتا؟ گفتم احمق. گفتم چی میکنی ها؟ ایجا جنگ میکنی؟ حالا جمال جان حالا راستی باز ترکی از سراخت کشیده ها؟ بچه گاو فردی فردین به بچه منطقه سلام بگو. درست است؟ علیکم السلام. سرباز ملاقات من خلاص شد.
از ما پرس پال داره. ایره گفتی او را نگفتی. تو کی هستی احمق؟ ها؟ اگه مرد هستی اول از اینجا خدا آزاد که باز کتم خدا بزن. درست است احمق لوده؟ آرام باش. درست است مامورسه. ما آرام هستیم. امی ترالت کوب کده؟ با خاطر امی مرا خواستی و لوده؟ چرا ای کار کردی؟ به خاطر خو کردن. میخوایم خو کنم. آخ هیچی هست. هیچی هست. در سابقا در داخل جنگل یک کلبه خورترک بود. در داخل او یک پدر و بچه زندگی میکردن. این پدر و بچه 2 دانه بز داشتن. زمستان و تابستان هر دوشان داخل او کلبه خو میکردن. با گذشت سالهای زیاد بزا زیاد و زیادتر شدن. 2 دانه بودن 4 دانه شدن و 4 دانه بودن 8 دانه شدن. پدر خواست برای بزا 1 دانه طویله کلان جور کنه. طویله‌ای که دیوارش از سنگ و چتش از چوب درختها باشه. کتی بچه خود طرف دریا روان شدن. سنگای زیادی جمع کردن و با ساختن دیوارا شروع کردن. بچه سنگا را میده میکرد و به پدر خود میداد. پدرش هم اونا را سر دست سر میچین تا که دیوار کامل شوه. در روز ختم ساخت دیوارا بچه آخرین سنگ به پدر خود داد و دفعتاً از داخل جنگل یک صدا رو شنید. صدا اقدر مقبول، اقدر دلنشین و زیبا بود که پدر طرف بچه خود سیل کرد و گفت تو همینجا منتظر باش، سنگ در زمین نمان. پدر از پشت صدا در جنگل رفت و گم شد. بچه سنگ در دستش منتظر ماند. 10 دقیقه تیر شد، 20 دقیقه تیر شد، 1 ساعت تیر شد. اما بچه بازم کتی او سنگ در دستش منتظر ماند. سنگ با گذشت زمان گرانتر شده می رفت، اما پدرش پس نامد. 3 ساعت، 4 ساعت. روز خلاص شد و شو شروع شد. با گذشت زمان سنگ بی اندازه سنگین شد. دیگه تحمل کردن نتونست. اما سنگ در زمین نماند به خاطر که پدرش گفته بود. شوها همه قسم تیر شد، روزها همه قسم تیر شد و بازا از گشنگی دروازه طویله خودش شکستانده برآمدن و رفتن. میخواستن قسم شکم خود سیر کنن. هرچی در 4 طرف یافتن او را خوردن. گرگان پیدا شد و او بزار خورد. او بچگک تمام اینا را با چشم میدید، اما به خاطر که امر پدرش بود سنگ در زمین نماند. وزن سنگ به اندازه 1 کو گرنگ شده بود. اما او بچه اقدر منتظر ماند که کلبه از بی‌توجهی چپه شد.
ریش و بروت او به چه رسید. اما سنگ از دست خود پایین نمود. یکی از روزا یک شکارچی از دور متوجه یک درخت شد که کاملا مثل یک انسان ایستاده است. سرش صدا کرد. گفت که انس هستی، جنس هستی، تو چی هستی؟ درخت صدا کرد. گفت که به یاد ندارم. درخت ها خو گپ نمیزنن. ای حتما باید یک انسان باشه. شکارچی هم پیش درخت رفت. دید که بچهش است. کاملا مثل یک درخت ریشه کده. دستایش به شاخچه درخت تبدیل شده بودن. شکارچی که دفعتا طرف سنگ سیل کرد و باز طرف درخت. برش گفت که تو کی هستی؟ درخت گفت که به یاد ندارم. گفت هیچ چیز به یاد نداری؟ اما ای که ای سنگ چرا در دستت گرفتی به یاد داری؟ سنگ گفتی؟ درخت با تعجبی رو میگه. حتی فراموش کرده بود که در دستش یک سنگ کلان است. شکارچی پرسان کرد که این سنگره که حتی به یاد نداری که یک سنگ است چرا نگاهش کردی؟ درخت جواب داد و گفت ای یک امانت است. امانت پدرم است. چطور هستی؟ چطور هستی؟ ای طفل توست. طفل ماست. ای طفل توست. طفل ماست. آدانا Selamın aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler gençler. Ortalık karışık değişmem hiçbir şeye bu kafaya erişmem. Zor ama yetişmem imkansız biraz
biraz çalış sonra gel. Dikkat et emanet çıkabilir arame. Merhamet dur ki bak gözlerime devam et. Akabinde gece körü mahallede felaket. Acele et marifete kaçmak için dua et. AVM'de erkek caddelerde ürkek. Bir lokmada yerler seni meyveli top tek gibi. Çabuk terk et buraları park ettiğim yerde yok aracın. Bunu fark et etmeyiz paraya minnet. Bir an cinnet geçirirsek eğer çıkar dil altından cillet. Köşedeki şirretin ağzındaki ciklet gibi çiğneriz seni dersin bu nasıl illet. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Bize sor gel bize sor. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Vakit yok kepileri koş geri vites yok. Kaç sokak aralarındaki çocuklar hep aç. Kafasında saç kalmadı kapataçla. Sana da vakit ayıramam muhabbetin laçka. Gündüz uyuruz geceleri geliriz aşka. Bunun tadı başka sınırını aşma. Kulüp yerine partileriz tabi terasta. Şu para babaları bize de bir el atsa. Devir değişti sosyete yetenekli varoş çocuklarına pek hasta. Bilhassa Mikasa bir top gibi duramaz defansta. Bir gazla olur ve bam gazla. Yaz gelir peşinde kanla. Tükürdü bal gam içinde kan. Sattı mı kan üzülme kalk yine ve yüzüne pan. Kartıcı pak ara seni kap. Lama şimdi bak bana. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Bize sor gel bize sor. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Vakit yok kepileri koş geri vites yok. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Bize sor gel bize sor. Ona sorma buna sorma gel bize sor. Vakit yok kepileri koş geri vites yok. Dedik başımıza geldi ne işler gençler. Ortalık karışık değişmem hiçbir şeye bu kafaya erişmem. Zor ama yetişmem imkansız biraz çalış sonra gel. Dikkat et emanet çıkabilir arame. Merhamet dur ki bak سلام چطور هستی؟ خوب هستی؟ gece körü mahallede felaket. Acele et marifete kaçmak için dua et. سلام بیادر خیال داری خوب هستی بخیر تشکر تو چطور هستی صحتت خوب است زنده باشی تشکر کارترک سلام بیادر خوش آمد چطور هستی؟ خوب هستی؟ چطور هستی؟ سلام خوب هستی؟ سلام پدر جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوش باشی بچه زیاد شده بودم پشتت زنده باش سلام چطور هستی؟ سلام چیال داری؟ خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر باشی تشکر زنده باشی سلام تو چطور هستی؟ چی گفت باست؟ شکر که خوب هستی Sana da vakit ayıramam. من استانبول میرم. نترسین ای بار تا کار من یک طرفه نکده پس نمیم باور کنیم. ای به تو کدام ربط داره؟ برو اونجا رو ببین. از دروازه داخل می شدیم. وان با راحتی چرا مثل موش آمدین ها؟